Assalomu alaykum domla. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همین سوال دادم میخواستم همین بعد از نمازها دعا کردن ممکن است؟ ممکن گویید ممکن است، یعنی من نآمده است، لیکن مرادتان اگر دعایی که مثلا همیشگی یک عادت کرده گرفتن باشد، شریعت به دعا را پیش از نماز امر کرده است. بین اذان و قامت دعا قبول میشد، اما بعد نماز این موضعی که شما به دیگر عملها مشغول هستید. وقتی که سلام میدهید اونجا جای دعا نیست، جای استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدیر تا آخر ذکرها. بعد 33 مراتب سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، کلمه توحید، آیت الکرسی، سوره اخلاص، فلق، ناس، این سوره ها رو باید خوانید. یعنی شما بعد نماز وظیفه دار هستید برای ذکرها. اما پیش از نماز بین اذان و قامت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که بین اذان و قامت دعا رد نمیشد. یعنی شما خوبتر است که بین اذان و قامت پیش از نماز بسیارتر دعا کنید، بعد نماز ذکر کنید. الله اعلم.